ورزشگر 30 ساله جنگ‌های بدون قاعده MMA از تاجیکستان لایق رجبوف شب دهم ایون در موسم نو لیگ رزمنده‌های کسبی PFL در وزن سبک بر رقیبش از داغستان روسیه احمد علیف پیروز شد. با ورزشگر تاجیک همگی 27 ثانیه لازم شد تا رقیبش را به نکاوت فرستاده پیروزی بیچون و چرا را به دست بیاورد. علیف به این رقابت با شانس نسبت به لایق خیلی بیشتری پیروزی وارد شد، ولی الکی در ثانیه 21 یک ضربه سخت را سر داد و 6 ثانیه دیگر لایق رجبوف دیگر حریفش را چنان تنگ آورد که داور مجبور شد در ثانیه 27 دخالت کند و رقابت را قطع کند. اکنون لایق رجبوف در MMA 11 پیروزی و 3 شکست دارد. احمد علیف 20 پیروزی و 7 شکست داشته بعد مغلوب شدن از ورزشگر تاجیک از امکان ادامه مبارزه برای جایزه اساسی PFL $1,000,000 محروم شد. لایق رجبوف باشد برعکس به مرحله نیم نهایی موسم امساله راه یافت و می تواند بار دیگر برای $1,000,000 جایزه اساسی موسم مبارزه را دوام دهد. یادآور می شویم سال 2019 ورزشگر تاجیک به دور نهایی مسابقات گران پری PFL 2019 در وزن سبک راه یافت، ولی در فینال که شب 1 ژانویه سال 2020 در تالار مشهور مدیسن اسکویر گاردن در شهر نیویورک امریکا دایر شد از رقیبش از برزیل ناتان شولته شکست خورد و از $1,000,000 جایزه محروم گردید. حالا لایق شانس دارد که این $1,000,000 را بالاخره به دست بیاورد. لایق رجبوف 17 سپتامبر سال 1990 در ناحیه دنغره به دنیا آمده. مکتب رقم 77 را در شهر دوشنبه و سپس دانشگاه تکنیکی تاجیکستان را با اختصاص مهندسی و انژینری روی آهن ختم کرده است. سال 2015 لایق رجبوف به آلمان رفته تحت رهبری مربی زاده تاجیکستان الیک شودیف جدا به مشق و تمرین محاربه آمیخته پرداخت. او در آلمان 4 کمربند به دست آورده سال 2019 بار اول در مسابقات لیگ PFL اشتراک کرده و تا فینال این مسابقات راه یافت. لایق رجبوف عائله دار است و 3 فرزند دارد. لایق رجبوف در صفحه‌اش در اینستاگرام به همه مخلصانش برای باوری و پشتیبانی اظهار سپاس کرده و رقیبش احمد علیف تشکر گفته به او سلامتی آرزو کرده است.